تاتارهای قریم با تعداد صدها نفر در نزد بینای پارلمانت قریم در سیمفروپول جمع آمده بر علیه دعوت‌های جدا شدن این منطقه از قلمرو اوکراین تظاهرات کردند. جمع آمدگان بعداً به بینای پارلمانت هجوم بردند. تاتارهای قریم با فعالان جانبدار روسیه که با دعوت سرپیچی از حکومت مرکزی گرد همایی داشتند وارد درگیری شدند. همزمان در کیف آنهایی که چند پیش خود را تظاهرگران ضد حکومتی عنوان می‌کردند، پنجره اطراف پارلمانت را خراب نمودند. این فعالان عمل خود را همچون همایش مردم با حکومت معرفی کردند. هفته گذشته در جریان درگیری تظاهرگران با نیروهای حکومتی 10 نفر کشته شد. رهبران مذهبی در مکدونیا در کنفرانس بخشیده به سالروز مرگ پرزیدنت بوریس ترایکوفسکی در اسکوپیه اشتراک کردند. این نشست به فعالیت‌های مذهبی پرزیدنت سابق در زمان وزیری او قبل از وارد شدنش به میدان سیاست ارج گذاشت. آن زمان ترایکوفسکی برای فعالیت‌های مذهبی از طرف رژیم کمونیستی یوگسلاویا تعقیب می‌شد. ترایکوفسکی 26 فوریه سال 2004 زمانی که پرزیدنت کشور بود در صدمه هواپیما هلاک شد. فعالان سیاسی به نشان پشتیبانی از نیروی امنیتی افغانستان که در هجوم اخیر طالبان 21 سرباز خود را از دست داد در کابل پایتخت افغانستان تجمع کردند. جمع آمده ها از سیاست حکومت افغانستان و موقع ضعیف آن در برابر تندروها تنقید کردند. هجوم طالبان در تاریخ 23 فوریه در ولایت کنر از هجوم های پرقربانی ماه روان عنوان شده است. صرف نظر از قرار دادگاه پاکستان، فعالان حزب تحریک انصاف در پشاور با کافتوکاو ماشین‌های باربری مربوط به افغانستان ادامه دادند. این حزب که ستاره کریکت پاکستان عمران خان با آن سروری می‌کند، به نشان اعتراض علیه هجوم‌های هواپیماهای بی سرنشین از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف در راه حرکت ماشین‌های باربری ناتو مانع ایجاد می‌کنند. هزاران نفر در آذربایجان سالگرد کشتار دست جمعی در دهکده خوجلی را برگزار کردند. آنهایی که به خاطر یادبود قربانیان جمع شدند، بر پایه لوحه یادگاری در باکو گل گذاشتند و با نداهای عدالت به خوجلی شعار پرتافتند. آذربایجان ادعا دارد که 25 و 26 فوریه سال 1992 در جریان جنگ دو کشور بر سر قره‌باغ کوهی، نیروهای ارمنستان صدها نفر با شمول مردم ملکی را در خوجلی به قتل رسانیدند. ارمنستان ادعای کشتار دست جمعی را که آذربایجان میگوید کاملا رد میکند و میگوید جنگ در بین نیروهای ارمنستان با نیروهای نظامی آذربایجان جریان داشت.